اهل سنت و الجماعت میگویند که برادری ایمانی، یعنی از این برآمد برادری پدر و مادری. میشود انسان که پدر و مادرش یک است ولی دینهاشون مختلف است. آنها اگرچه برادری از یک پدر و مادر هستند لیکن ایمانهاشون مختلف است، یکی ایمان دارد یکی ایمان ندارد. و اینجا مقصود برادران ایمانی به سبب گناه کبیره این برادری، اسم برادری برداشته نمیشه، ثابت و استوار می ایستد همراهی گناه. دو انسان مسلمان است، یکی آنها گناه میکند یا هر دو گناه میکنند، برادری در بین اینها استوار می ایستد. این گپی شیخ الاسلام ابن تیمیه هست. بعد دلیل آوردن از عقیده اهل سنت و الجماعت را نقل دارند. کما قال سبحانه فی آیت القصاص، چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در آیت قصاص یعنی در سوره بقره گفت که فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، کسی که از جانب برادرش برای او عفو شود، یعنی یک انسان یا برادر خودش را به قتل رسانیده است یا مسلمان را به قتل رسانیده است قصدا، الله تعالی گفت که ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، کسی که مؤمن را قصدا به قتل رساند فجزاؤه جهنم، جزای این انسان جهنم است، خالدا فيها، در جهنم دور و دراز می ایستد، و غضب الله علیه، الله غضب میکنه برای او، و لعنه، لعنت میکند، و اعد له عذابا عظیما، برای او عذاب عظیم آماده میکند. و عظیم الله تعالی معیده نیست. با وجود این که یک برادر مسلمان را به قتل رسانیدش حکمش قتل است، قصاص است، لیکن الله تعالی میگوید که فمن عفی له من اخیه، رفت و صاحبان میت یعنی برادران میت، خویشاوندان میت، پدر و مادرش یا فرزندانش، اصحاب و اولیای میت که آن فرزند آنها را به قتل رسانیده است این شخص قاتل، از جانب آنها عفو شود. گویا که خیلی ما طلب نمی کنیم که این بنده کشته شود، ولی ما میخواهیم که دیه دهد، 100 شتر را مبلغش را دهد. مثلا الله تعالی ببینید با چی لفظی آورد، فمن عفی له من اخیه، گفت کدام قاتلی که از جانب برادرش عفو کرده شود. گفت با وجود این که قتل کرد الله تعالی اینها را به همدیگر برادر گفت، کافر نگفت. از جانب برادرش اگر عفو کرده شود فاتباع بالمعروف، به نیکی مبلغ دهد گفت، یعنی دیه را به صاحبانش مماطله نکرده، دراز نکرده، آورده دهد. و قال اینچنین الله تعالی گفت که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ببینید در این آیت الله تعالی چی گفت؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مؤمن ها به هم دیگر جنگ کنند، اگر یک مؤمن را به قتل رساند، الله تعالی 5 جزا وعده کرد. ببینید در اینجا دو گروه مؤمن ها به هم دیگر لشکر کشیدند و در این جنگ خونی بسیار ریزانیده می شود و خونی مسلمان ها و مؤمن ها آن هم باشد. و الله تعالی آنها را چی نامید؟ اگر دو گروه مؤمن ها به هم دیگر جنگ کنند، شما بین آنها صلح اندازید، یعنی بین آنها صلح کنید، آنها را امر معروف کنید، نهی منکر کنید تا خون مسلمان که به هم دیگر حرام است ریزانیده نشود، بلکه بین آنها فهمانیده دهی شود، سوء تفاهم نشود، بدفهمی نشود، همدیگر فهمی شود، صلح شود و جنگ نشود.
ببینید الله تعالی با چی لفظی گفت و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مؤمن ها با هم دیگر جنگ کنن، گفت با وجود اینکه به هم دیگر لشکر کشیدن و خون هم دیگر را میریزانند که این بزرگترین گناه است، الله تعالی آنها را مؤمن نامید. این استنباط امام بخاری از در صحیح بخاری. خلاصه الله تعالی دو گروه مسلمان ها، مؤمن هایی که به همدیگر لشکر میکشند و همدیگر را به قتل میرسانند، آنها را مؤمن نامید، کافر نگفت، حالا که قتل کبیره ترین کبیره ها هست. فین بغت احداهما علی الاخرى، اگر بعد اینکه شما بین آنها صلح گفتید، امری به معروف کردید، نهی از منکر کردید، نصیحت کردید و با وجود همین یک گروهی آنها باقی شوند، یعنی تجاوز حد کنند و با بالای همدیگر هجوم کنند به طرف دوم، فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الی امر الله، شما بجنگید علیه آن طایفه که بعد صلح باز جنگ را شروع کرد، حتی تفیء الی امر الله، تا آن دمی که به امر الله برنگردد. امر الله صلح است و صلح خیر. الله تعالی نمیخواهد که دو گروه مسلمان ها بین همدیگر جنگ کنند. فین فاءت، اگر آنها برگردند، فاصلحوا بینهما بالعدل، بین آنها با عدالت صلح کنید، و اقسطوا، عدالت کنید در حکم. البته الله تعالی عدالت کننده ها را دوست می‌دارد. بعد در دوامش که انما المؤمنون اخوة، مؤمن ها به هم دیگر برادر هستند گفت. ببینید اگرچه جنگ کردند، الله تعالی اسم ایمان را از آنها نبرداشت با وجود گناه کبیره. این رد به خوارج است.